و شجاع وقتی بابا یه هر اون میتراس هاتی نجات ما به چین استقبال باب داریوشش درآمد آخری جنگش ده هونی لبی چی و نه اول افغانستانش سری برید منظوری است فشاری که هاورد توی سه مدتی حکومت میکنه داریوش ولی چنان دیگه به مجردی که اولین نیرو خارجی که هات هیچ چین استقبالی وقتی یه هر خدایی که ایما منتظری بیم تیه دو ایما نجات ده اول بی سالهای سال اسکندر من دیدن بعد از او حکومتی تر هات که آوان او دین قدیم آورد نبان اشکانیه هر چی نسر او سیستم قدیمه سیستم فدرال هر ایالتی رئیس خوی داشت تمام اختیارات خوی داشت خدای گوره و بق گورهش هر او بق مهره بید وی دلیل 500 سالش حکومت کرده چون مردمگانی آزاد بید هر کسانستی حقوقی هست و هیچ قدرت خارجیش نتونه شکستیان بید حتی 2 دفعه رومیه ناتن پایتخت یانش کرده ولی شکیان اره که مردم صاحب حقیان بید اره که این تفکر یارستان یا تفکر میترا چنان تفکر آینی بی که و هر کسی او حق لازمه دیا هر کس احساس کدیا که دی منطقه خوی صاحب چش دیگه بنابراین نمیشه دفاع کدیا تا زمان ساسانیه که آوان دی تقریبا جور او یکی شاعر خامنشی ظاهر قضیه گردن آوانی شروع کردن گشت دینه لبین بوان دی خیلی خیلی متعصب حول نمان زین زردشتی که نتیجه چی بیا لبینچین و تمام داغاتوین ایران و حاطن عربی اما آثار میله مهرمانیه لتمام آسیای غربی میشه از کردم لقب اصلی دیوه دیوش یعنی خدا دیو یعنی نور دیو یعنی حق و زوان تریش و پیشن بق گورتنین بقیش بق مهر آورده که پرستشگاه این بقصه و پیشن بقستان هر هایی که بعدها برسه بیستون یا تاقوسان او تاق و گوره تاقوسان هم که ایشون خسرو پرویز بنده هست کم ابدا او خسرو پرویز نیه و چندین دلیل اولا او سواره گشتمان دیمه الان باری در نظر دان او سواری که پیشانه فقط توانه مهر بود سواری کامل و اسب زیبا و قدرتمندیه خسرو پرویز اصلا اهل جنگش نه فرارش که بیا برام چوبی نیا شونی دشمنیش دیا بیا در چرا برام بی خود بیا دور سر سوار حتما اکثری بینیم یه حاله نیوره او فقط توانه خدا بود نه توانه شاه بود چون عرق بان آوان بان اسبگه یه جنیگه که پیشن آناهیتا او شکل خدا دیگری اهورا مزداست او وسطگیش فیروزه باو انوشیوان اوش وو دلیل میان سوره مجسمه که در جنگ گردی خراسان قدیم میشیم هیات الله گرد آوان کشیا جنازه آور نهیلا بنابراین برای احترام پی نوعی پرستشگاه مجسمه گشتن داریم شایش هست ولی دور سری هیچ حاله نیونی نیه وقتی چی در نوتاق دست راست دوره که شکارگاه است دیونی شاه نشته سه نوعی قفیل و کرجی داره شکار که اما نوعی قفیل لبان یک کسی تر وساس نیرها دور سری و داره تماشای شاه که اوش گشت آثاری هست مانی که مهر همیشه ناظر شکار شاه هست و خودش بهترین شکارچی هست تمام او چیزایی که هانو تاوسان گشتی مربوط بود با مذهب مهر هریشش که با پیش مهر و یاری و یارسان او سواره خود دیو یا خود مهره خیلیش یه مثاله و اساسا وو بنه لوره تا اوره که درچو دلیل چمچمال وو کیو بیشن بقستان یا بیستون علت یک پرستشگاهی ایران جور تاق و جور قاره دلیلی هستن هم در لیگودا کتاب هندی و ایرانی و هم در اوستا راجع به تولد ظهور مهر میشه مهر لقاری لدر کچه ظهور که دوهات دیشت و ایده شوان که میشه نو قاره همیشه او قاره یک کلیگش ها داره تمام او جیلی که مقدس لمنطقه ببینیم قاری که با دورورش یک کلیگ گورترینی هست در تاقوسان کرماشا تاقوسانیش لغت تعریف شده بقستان جای خدا بقیش فقط توی مهر اما وقتی که لعوستا و لغیری که تمام میسانه که مهر هر 1000 سال یه دفعه دوباره و صورت یه آیمی دیده دیشت ظهور کرد
یا و عربی لغتگی و پیشین تناسخ. اما لغت اصلی غیر عربی خیلی قدیم، یعنی زوانی قدیم وشه‌ای که فکر کنم فقط منطقه کرماشان ای وشه جوری و کار بیم نجیلیتر و معنا و کاری من ولی جوری تره آوش یه سکه البته یکی در شعب یارسان خیلی بیش معروفه ابراهیمیه، شاه ابراهیمی. لقبی که شاه ابراهیمی داره و میشه شاه ابراهیمی چند؟ ایوت. لعوستان یک کلمه گن که فرد یعنی که اوستان میشانم تفسیر کردنه معنی یک کردنه میسان از زیری که بابا این لغت معنایی است زندگی دوباره، تقویت کردن کسی، خدمت کردن چشتی، دوباره گیاندان چشتی که و تنفذی که یک دو پرانتز از که من کسی بعدها انشاءالله بشنه دنبالی غالبا این زوانه قدیم موجه اسلامی ایمه اروپایی دارمان تشویق کردن خیلی گیش ممنون ولی جوری گیش تلفظه که نیسانه که آیم وقتی خوانده جور زوان مصریه یا مثلا جور زوان چینیه. مثلا یه وشه که از کردن نیسانه یه یعنی که دوباره چیزی زنده بکی، دوباره خدمت بکی، جان بگیره، دوباره چیز بخیری لغت اگر که ترجمه وقتی نیسانه سه یسه ترجمه یسه ولی وقتی خوانیده و اعرابه دیگه علیهشته نه و وقتی خوانیده دیم مثلا نیسانه اوی تایتی اینجوری باید بخوانی زبان چینی و استاد خیلی شبیه زبان چینیه اوی تایتی ما نداره. بعد وقتی معنیه خوانیم وقتی خوب یعنی ایوت بود ایوتایتی یتی پسمن دیگه که همانیش در کردی و کاری بید نشمگایتی، کردایتی، سوسنایتی، جافایتی، مردایتی. خب یه وقت یعنی سوسنایتی یعنی مربوط به منطقه سوسن، جافایتی مربوط به جاف، پیشمربایتی و مردایتی لغت به اصطلاح بشیم اسم معناست چشتی. یتی پسمنده که صفتی جور صفتیه. ایوتایتی یعنی دوباره هاتنوه. لکردی خومان لکرماشا این لغت همه معنا به مکان راجع به هم پرنده مثلا تو هم گیاه هم گیاندار هم انسان میشیم. این باخ ایوتی میگه بوده باخ خاص این کره اسب ایوتی میگه بوده اسب خوبی باید پیره باید ایوتی میگه معنیش یعنی دوباره چشتی باری دوباره وی دلیل او شعبه لدینی یارسان که حضرت شاه ابراهیم بنیان گذاریه خویش میشیم من ایوت دوباره حاتمه. این لغت ایوت یعنیه هر واجه که و عربی بوده تناسخ یعنی دوباره حاتمه دوباره از این. بنابراین ایوتایتی اساس این فرهنگ مهر و میترائیسمه. دین زرتشت لیه براتیه مانی زنده کروی ای دینه. دین مسیحیت شاید 75% موضوعی لدین مهر گردیه. تمام کلیساهای مهم اروپا که میشن دوم یعنی کلیسای مادر جیرگه مهرابه است. دین مهر یا دین همین مهر و یاری یارسان همین دین لیوئیست لزمان نرون امپراتور روم مهر بیا خدای گورای تمام امپراتوری روم یعنی در شمال افریقا تا فرات لولا و بیاش خو ایرانیه که خواهن هم میترا پرست این تمام این فرهنگ دنیا گرد همانیش در جنوب فرانسه در ست و مونپلیه همین میترائیزمه یا مانویه و نو کاتارها جیان و هر او تفکر خاص خواهن نداریم خیلی شبیه ایمانویه. این دین لی منطقه و وسعت عظیمی من هرچی که زردوش زور کرد نتونست تغییر بپیدی ولی تمام ادیانش دخالت کرد. نشانه میترایه که نشانه مهری هست شفق و فلق یعنی او سرخی وقت ایوارو سرخی وقت صبح. خدا شعری دیدین اگر غلط نخوانم مثل میشه که گلبانگ خورشید بر لبیان بار یارسان بار بکه داو. گلبانگ و خورشید بر لبیان یعنی هر مرغ سحرخیز آسمانی داو آگای جسر نهانی داو. گلبانگی خورشید بر لبیان